با تشکر فراوان از هموطنان عزیزم که در مدیتیشن اول مشوق من بودند و با کامنت های مهربانانه خود امیدی برای دل من. همیشه به دنبال فرصتی بودم تا بتوانم بار دیگر مدیتیشنی در اختیار شما عزیزان قرار دهم که امروز این فرصت به دست آمد. این مدیتیشن برای ریلکس کردن پایان یک روز پرکار و پر استرس برنامه ریزی شده است و در 2 مرحله انجام خواهد گرفت. اگر تصمیم بگیرید می توانید این مدیتیشن را حتی قبل از خواب انجام دهید که منجر به یک خواب راحت و عمیق شما خواهد شد. در مرحله اول که به حالت نشسته انجام می شود، ما را با تکنیک های مختلف نفس کشیدن آشنا می کند. می دانیم که شیوه تنفس روی تمامی جسم و روح ما اثرگذار است. با یک شیوه درست تنفس می توان به مایندفولنس یا آگاهی ذهن رسید. تمرین های تنفسی حتی می تواند آرامش را در سیستم عصبی ما ایجاد کند و راه مناسبی برای کاهش تنش و رهایی از استرس می باشد. و بالاخره اینکه رهایی از استرس می تواند منجر به یک خواب راحت شبانه شود. زیرا تنفس صحیح نقش مهمی در کیفیت خواب عمیق ما ایفا می کند. تمرین‌های تنفسی به راحتی قابل یادگیری بوده و می توان هر موقع آنها را انجام داد و نیاز به ابزار خاصی ندارد و با تمرین مداوم این تنفس‌ها می توان کم کم بر آنها مسلط شد. در مرحله دوم که به حالت خوابیده انجام می شود، مرحله تکمیلی برای ریلکس کردن تمامی بدن و انبساط خاطر ما خواهد بود. حال اگر آماده هستید می توانیم شروع کنیم. بهتر است لباس راحتی به تن کنید و جای مناسبی را برای نشستن انتخاب نمایید. می توانید به صورت 4 زانو روی زمین بنشینید، طوری که ستون فقرات شما به حالت مستقیم قرار بگیرد. کف دست خود را به طرف بالا و روی زانوها قرار دهید و بدنتان را ریلکس کنید. اکنون دستی را روی ناحیه شکم زیر دنده ها و دست دیگر را روی سینه بگذارید. از بینی نفس عمیقی را بگیرید، طوری که احساس کنید دست شما که روی ناحیه شکم قرار دارد کمی بالا می آید، اما سینه بدون حرکت باقی می ماند. کمی نفس را نگاه دارید و آرام آرام با یک بازدم از دهان خارج نمایید. این تنفس را 4 بار دیگر انجام می دهیم. اکنون برای یک تکنیک دیگر تنفسی انگشت سبابه را روی طرف چپ بینی خود بگذارید، طوری که بتوانید آن را بسته نگاه دارید و با بینی طرف راست نفس عمیقی را وارد ریه و شکم نمایید. حال انگشت سبابه را روی بینی طرف راست بگذارید و هوای مانده را آرام آرام از بینی طرف چپ خارج نمایید و از همان طرف، یعنی بینی طرف چپ، هوای تازه را وارد ششها و شکم کنید و همراه با گرفتن بینی چپ از طرف بینی راست بیرون دهید و از همان طرف بینی راست اکسیژن تازه را بگیرید
و با گرفتن بینی راست می توانید نفس را از بینی طرف چپ خارج نمایید و دوباره از همان طرف نفس را بگیرید. این تمرین تنفسی را تا 4 بار دیگر ادامه می دهید که بدن شما کاملا ریلکس شود. اکنون هوای مانده را از هر دو بینی خارج نمایید و توجه خود را روی نفسهایتان که به حالت عادی بازگشته است بگذارید. در مرحله دوم این مدیتیشن می توانید به پشت دراز بکشید و چشمان خود را ببندید و کف دستهای خود را روی زمین به طرف بالا بگیرید و در این حالت به تمرکز خود بر روی نفسهایتان ادامه دهید. حال ماهیچه هر دو پای خود یعنی از انگشتان پا تا ران پا را منقبض کنید و کمی نگاه دارید. بعد آن را رها و ریلکس نمایید. ماهیچه های دست خود را از انگشتان دست تا بازوها منقبض نمایید. کمی نگاه دارید و بعد آنها را رها و ریلکس کنید. اکنون تمرکز خود را روی بدن قرار دهید و شکم و سینه خود را منقبض کنید. بعد از کمی نگاه داشتن آنها را رها و ریلکس نمایید. شانه ها و گردن خود را منقبض کنید. کمی نگاه دارید و بعد رها و ریلکس نمایید. تمرکز خود را متوجه صورت خود نمایید و دهان و پیشانی خود را به طرفی جمع کنید و بعد آن را رها نمایید. چشم های بسته خود را منقبض کنید و بعد آن را رها نمایید. اکنون تمام بدن شما به حالت رها و ریلکس در آمده. همانطور که روی نفسهای خود متمرکز هستید، تصور کنید که به یک جای زیبا در کنار دریا می روید و روی شنها با پاهای برهنه قدم می زنید. گرمای دلپذیری را در زیر پای خود احساس می کنید. صدای دریا را می شنوید و اشعه آفتاب بعد از ظهر را روی دریا می بینید که به صورت الماس‌هایی در حال درخشیدن است. همان گونه که به نفسهای خود توجه دارید، با یک دم این اشعه زیبای آفتاب را به درون خود ببرید و آن را تا اعماق وجود خود حس کنید. در این حالت روی شنهای گرم دراز می کشید و تمام وجودتان از احساس آرامش و شادی پر می شود. در این لحظه لرزش دلپذیر را در چاکرای قلب خود احساس می کنید. این احساس لرزش که در قلب خود احساس می کنید می تواند تمام امواج منفی و تمام استرس روزتون را از ذهنتان دور کند و گرمای مطبوعی را در وجود شما ایجاد کند. احساس آرامش می کنید و شانه ها و گردن خود را بسیار ریلکس پیدا می کنید و می بینید که استرس به تمامی از سینه، شکم، پاها و دستهای شما بیرون رفته و جای خود را به انبساط خاطر شما داده است. در این حالت حرکتی به دستها و پاها بدهید و کم کم بدن خود را بیدار نمایید. اکنون دستهای خود را به هم بمالید تا گرم شود و آن را روی بدن خود بکشید و این کار را چند بار تکرار کنید تا بتوانید تمام بدن خود را
با انرژی دستهای خود لمس کنید. برای آخرین بار دستهای خود را به هم بمالید. گرمای زیادی را در آنها حس خواهید کرد و آنها را روی چشمهای بسته خود بگذارید و در میان دستهایتان باز کنید و با یک لبخند دلپذیر از تمامی داشته هاتون تشکر کنید. در این لحظه شما آماده هستید که با شادی و انرژی کافی به روزتان ادامه بدهید. ممنون از شما که این مدیتیشن را انتخاب نمودید.